این ویدیو حقایقی رو میخواد به مردا بگه که هیچ کسی به همون نگفته. از این جمله کلیشه یا نیستا. خود منم که این حرف رو دارم میزنم از هیچ کسی نشنیدم، ولی من این حرف رو میخوام به شما بزنم. چرا؟ چون میدونم وقتی اینو ندونی روابطت، عشقت، ازدواجت داغون میشه. دلیلش چیه؟ صحبت هم چیه؟ بذار براتون باز کنم. آقا جان، وقتی که یک زن عاشق میشه، حالا ما لول ازدواج رو در نظر میگیریم، یه سری رفتار داره که نشون بده من عاشق توام. مثلا به زبون میگه، مثلا کادو میخره، دوست داره خیلی کنارت باشه. این رفتارهایی که زنان نشون میدن عاشق مردن. حالا از اونجایی که به ما نگفتن مرد چه رفتاری باید داشته باشه که نشون دهنده عشقشه، خانوم ها رفتاری که خودشون دارن و میگن باید مرد داشته باشه. ببین چند وقت پیش با دوستان، حالا دیگه خیلی دیگه میخوام باز کنم براتون، نشسته بودیم، بحث این بود که دختره، مثلا دوست دختر یکی از دوستامون، مثلا بهش میگفت که چرا الان که پیش دوستات هستی جواب تلفن منو نمیدی، مثلا پیام منو جواب نمیدی، پی ام منو جواب نمیدی. بعد دوستم گفتش آقا جان، من الان با دوستامم یه جمعی که دوستش دارم، یه شبیه اصلا ما با هم نیستیم، یعنی پیش هم نیستیم من و تو دوست دختر، و من دارم عشق میکنم تو این فضا. تو باید به من احترام بذاری که من دارم از لحظه‌ام استفاده میکنم، قرار نیست من صبح تا شب با تو حرف بزنم. بعد به یه جای رسیدیم که گفتش که آره از این مزخرفاتی که دوستت دارم، عشقم و این حرفا، و مثلا میخوام کنارت باشم و انقدر دوستت دارم و قلبم برات میتپه و دلم برات تنگ شده و اینا، مثلا باید به دختره بگی. بعد از اون طرف دیدیم مثلا دخترها میگن پسرا ما رو گول میزنن. ببینید خیلی جدیه این حرف دارم میزنم، خیلی مهمه. پسر عشقش این مدلی نیست. نمیدونم چرا نمیخوان آدم‌ها درک کنن، خانم‌ها درک کنن که آقا مرد با زن فرق داره، نحوه عاشق شدن و رفتارشون با هم متفاوته، درکشون از زندگی و تحلیل و عشق و اینا فرق داره. یک مرد، خوب گوش کنید، وقتی عاشق میشه اصلا نیازی نیست که بگه دوستت دارم. بگه اوکی، یا نیاز چیز بدی نیست. اصلا مهم نیست که حالا قلبش برات بتپه یا نه، دلتنگت بشه یا نه. اینا مرد رو عاشق نمیکنه، چون اصلا در ذات مرد این مساوی به عشق نیست. اصل داستان چیه؟ مرد وقتی عاشق یک دختر و زنه، چند تا کار مهمه که انجام بده و باید انجام بده تا بگیم مرد عاشقه. یک، حتما باید امنیت زن رو برقرار کنه. یعنی دیدین خانوما میگن ما مردای غیرتی دوست داریم. غیرت به این معناه که وقتی امنیت زن در خطر بود، مرد باید بیاد وسط. حالا امنیت میتونه وقتی این باشه که کسی مزاحم خانوم میشه، وقتی خانوم یه جایی میره تا آخر شب تا دیر وقت بیرون، پسر باید خبر بگیره کجایی، یا اینکه مثلا بره برسونتش، اینو امنیت حساب میشه. یا بگه مثلا این لباسو نپوش، ولی نه خیلی گیر بده و سفت و محکم نباشه، ولی باید اشاره بکنه. این لباسه، دیدید خانم‌ها میگن این لباسو بپوشم یا نپوشم، دلیلش میدونید چیه؟ که دلیلش اینه که اگر لباس یه ذره خارج از اون قوانین و غیرته، مرد گوش زد کنه و اطلاع بده. این پس شد امنیت زن رو باید برقرار بکنه. دو، باید پروواید کنه، باید بهش خدمت بده، پول قرار رو حساب کنه، براش چیز میز بخره، سقف بالا سرش بذاره تو ازدواج، ماشین بگیره، گوشی خوب، خلاصه باید پروواید کنه، یه سری چیزا رو فراهم بکنه براش، مواد غذایی فلان بیسار. پس یک، باید امنیت بده. دو، باید پروواید کنه. و سه، این خیلی مهمه، مرد باید زن رو کنترل کنه. کنترل نمیتونم بگم، مدیریت کنه، راهبریش کنه. ببین یه حقیقتی وجود داره بچه، اگه خانم‌های ویدیو رو میبینن یا نمیبینن بفرستین برای خانم‌ها و دوستان آشناییتون. خانم‌ها متاسفانه یا خوشبختانه، که خوشبختانه میتونه باشه چون طبیعتی که به مرد و زن با هم کمک میکنه، خیلی احساسی هن. خیلی سخت یک زن میتونه به شدت منطقش رو به کار بندازه و احساساتش رو کنترل نکنه. چرا یه زن الان حالش خوبه، 5 دقیقه بعد قر میزنه، 10 دقیقه بعد بوست میکنه، نیم ساعت بعد یه جور دیگه از هی عوض میشه، چون مدل خانومی اینطوری. خب و خانوما باید یکی کنارشون باشه که بگن آقا این تصمیم اشتباه رو نگیر، این کار احمقانه رو نکن. واقعا احمقانه است یه سری از کار خانوما، نمیگم کار آقایون احمقانه نیست، ولی اون بیشتر لحاظ تجربه غلطه و لحاظ اینکه جامعه یه چیز اشتباهی یاد داده و مرد زنانه شده و تصمیمای زنانه میگیره، که حالا یه مبحث طولانی. مرد باید تصمیم‌های یک زن رو مدیریت بکنه، راهبری کنه. آقا این کاراتو نباید بکنی،
خانومی که مثلا تنها میخوای با دوستت فلانجا بری، اونجا نباید بری. چرا؟ چون تو هیجان داری که بری مثلا یه تفریح انجام بدی، حالا دوست دختر ترکی هست، یه تفریح بکنی، ولی من مرد میدونم تو وقتی به این تفریح بکنی اونجا یه اتفاق قرار بیفته، پس من باید حواسم باشه تو این تصمیمو نگیری، تو داری هیجانی عمل میکنی، اون عواقب به خوبی بررسی نمیکنی، چون احساسته. آقا من میخوام الان این کارو بکنم و اون کار عواقب داره. آقا خانوما بیشتر مثلا نوتلا میخورن یا آقایون؟ مسلما خانوما. خب اون همه قند و شکلات و اینا میخورید، ضرر داره واسه بدنت دیگه، ولی میخوره. هی بریم فلان بستنی اینو بخور اونو بخور. آقا این اشتباهه، نباید انقدر هر چی میخوای بخوری. مردی که باید راهبری بکنه این مسیر رو. پس اگر مرد نخواد کمک بکنه، بزن که کمک واقعا، که آقا این کارو بکن یا این کارو نکن، نمیگم 100%، ولی باید مرد دخالت بکنه تو این قضیه، چون زن واقعا علاوه مغزی ذهنی احساساتش به منطقش غلبه میکنه، عواقبو خیلی کمتر بررسی میکنه تو یه سری از کارا. یکی از کارهای بزرگ مرد اینه که حواسش باشه زن چی کار میکنه، کمکش بکنه، آقا این کارو نکن اون کارو بکن. و حالا تو مثلا خارج شاید ویدیو اگه دیده باشین، خیلی از خانوما از این قول میدونن که مرد منو محدود میکنه، یعنی کلمه‌شون اینه، جمله‌شون اینه، محدود کردن زن توسط مرد. این محدود نیست. شما به یه سری کار فکر نمی‌کنی، به عواقبش فکر نمی‌کنی، مرده داره فکر میکنه. مرده در دنیای واقعیت زندگی میکنه، خانوما اکثرا در توهم و یه دنیای ایدئال فکر میکنن. این که من دستم میکنم تو آتیش دستم میسوزه 100%، ولی شاید حالش احمقانه به نظر برسه، ولی خیلی از خانوما یه سری این کارا رو اصلا بهش فکر نمیکنن انجام میدن. این که تو با یه لباس مثلا باز بری توی جمعی که پسرای حولی که تو خیابونن، آقا احتمال و درصد این که پسرا اذیتت کنن بالاست. حالا تو هی بیا بگو که نه باید مردم بیان فلان، اونا باید حواسشون باشه، مرد خودشو کنترل کنه. آقا جان یعنی چی؟ مثل اینکه کلی طلا و الماس دستت باشه بری تو محله دزدا، بگی نه من اومدم دزدا باید خودشون کنترل بکنن دیگه، ندزدن. میاد میدزده میبره. خانوما خیلی هاشون مخصوصا عصر حاضر، دهه 80، حالا الان دهه 90، اینا خیلی توهمی شدن و هی هم داره بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، با توطئه هایی که آمریکا و خیلی جای مختلف دارن میارن وسط. نمیدونم هر کی هر جوری میخواد فکر کنه و هر کی هر هویتی میخواد داشته باشه. این مزخرفات چیه؟ ویدیو دیدیم برگام ریخت، یارو میگه هویت سگ دارم، من سگم، بعد هاپ هاپ میکنم، من بزم، به میکنه. خب یعنی چی؟ تو حقیقتت رو نمیتونی عوض کنی که. من همیشه مثال میدم، مثلا خانمایی که میگن من میتونم پسر باشم، میگم تو پریود میشی یا نه؟ میگه آره. میگم خب وقتی پریود میشی پس پسر نیستی. تو بدنت میگه من زنم، بعد تو میگی من پسرم، نمیشه که. یه سری ویدیو میبینی مثلا یه مرد سفید پوست 30 ساله بگه من یه زن سیاه پوست 50 سالم، میشه؟ نمیشه که. پس خیلی وقتا این توهم بیشتر تو خانوماست و دارن کنترل میکنن به خاطر اینکه خانوما احساسی عمل میکنن. یا مثلا اینکه الان میگن که خانوما ما به مردا نیاز نداریم که. ما مرد میخوایم چیکار؟ ازدواج چیه؟ ولش کن، من اصلا اهل ازدواج نیستم. دختری که 20 ساله، 30 سالشه، 25 سالشه اینو میگه، 15 17 18 سالشه اینو میگه. تو وقتی بزرگ شدی، شد 40 سالت، 50 سالت، اصلا یه کارآفرین نمونه شدی، ولی نه بچه‌ای داشتی، نه شوهری داشتی، نه خانواده‌ای داشتی و الان دیگه کسی هم نمیاد در کنارت باشه، اون موقع بهت میگم تصمیمی که 20 سال پیش گرفتی درست بود یا نه. خودت به خودت میگی. چقدر ویدیو من دیدم که خانمایی که مثلا حامی حقوق یا فمینیست بودن، فمینیستای خیلی تعصبی، بعد گفتن ما اشتباه کردیم، ما نباید این کار رو انجام میدادیم. متاسفانه خانوما اینجوری اوضاعشون. و همین که ما امنیت رو بدیم، براشون فراهم بکنیم، حواسمون بهش باشه و باش زندگی بکنیم و یه بچه‌ای دنیا بیاد و خانواده بسازیم و کار بکنیم و پولمون رو که حاصل دسترنج و ریسک و سختی و جنگ و جداله. یعنی وقتی تو میخوای بیزنس بزرگ داشته باشی، رقابت سنگینه، تو داری با کلی رقیب هر روز میجنگی که پولی در بیاری. کار بسیار سختیه. شما الان کارو ساده میبینی، آقای پسر، آقای خانم دختری که بعضی واقعا آقای دخترن، خانم دختری که میگه خب پول بر بیاره واسم بیاره، تو الان رو داری میبینی. چند هزار سال پیش به این راحتی ها نبوده که طرف میخواسته بره یه پولی در بیاره،
یه در از بقا پیدا بکنه، وقتی چون میرفتن شکار که زنده بمونن. پول الان مساویه با بقا. خب اگه یکی میخواسته بقا پیدا بکنه، ابزار کم بوده، منابع کم بوده، باید میرفته میجنگیده، باید میرفته تو دهن شیر، باید میرفته چند تا شکار از دهن شیر میکشیده بیرون، میرفته تو چند تا قبیله، چون اونا قبیله بودن که مثلا روی کوه چند الماس یا طلا مثلا زندگی میکردن، اونجا مال اینا بوده، دور خونه تو نبوده. باید میرفتی اونجا دزدی، باید میرفتی میجنگی، مینداختی اونا رو بیرون، میرفتی جاشون، تو میمردی. مرد واسه این که بقای خانواده و جامعه و قبیلش رو تأمین بکنه میمرده، احتمال مرگ داشته و باید زنت میگفته چشم، من دارم میرم با جونم دست و پنجه نرم میکنم که یه پولی، یه غذای چیزی بیارم به تو، بچه‌ای که پس انداختیم غذا بدم، زنده بمونیم این قبیله، این شهر کوچیک، این روستا، این خانواده هستن. بعد مثلا من به تو میگم این لباسه رو اینجا بذار اونجا، تو ناراحت میشی؟ یه ویدیو خیلی باحال بود از بازیگری که اسمش نمیدونم چیه، ولی نقش پاپاداگ توی فیلم 8 مایل بازی کرد که تو اونجرز هم بود فکر کنم، اسمش نمیدونم چی بود اونجا. با خانم صحبت میکنه، بعد به خانم میگه که باید تو برام ساندویچ درست کنی. میگه واسه چی؟ وظیفه من نیست؟ میگه وقتی که من تو خیابون با هم دیگه راه میریم، یکی میاد به تو تیکه میندازه، تو از من نمیخوای بزنم لهش کنم؟ میگه چرا؟ میگه وقتی با هم میریم سر قرار، از من نمیخوای که من پول حساب کنم؟ میگه چرا؟ وقتی با هم میخوایم سوار ماشین بشین، از من نمیخوای که در ماشین رو برات باز کنم تو بشینی؟ میگه چرا؟ میگه پس واسم ساندویچ درست کن. اندرو تیت هم وال میگه من دارم جونم به خطر میندازم، تو این دنیای مردونه بی‌رحم کار میکنم، تلاش میکنم، بعد به تو میگم 2 تا قهوه واسم درست کن. چون میگه من 2 تا قهوه صبح 2 تا قهوه میخوام، میگم با خانم برام درست کن، یکیشو میخورم یکیشو میریزم دور. بعد بهم میگن چرا میریختی دور؟ میگم آقا من رفتم اینا خودم پاره کردم، حالا 2 تا قهوه واسم درست کن. چی شده؟ این ظرفم بذار اونجا، چی کمکت میکنم، اوکی ام. ولی چرا انقدر حرف شنوی نداری که چیز بدی هم، چیز اصلا مرد سالاری نیستین. آقا من دارم خودم پاره میکنم. پس این اصلا دیگه مساوی با حقوق زن و مرد و فمینیسم و اینا نیست. این خانومه هست پیر اسمش فکر کنم، که خیلی با مرداست و مخالف فمینیستا صحبت میکنه تو یوتیوب. میگفت که آقا الان دارن استخدام میکنن برای کار معدن، کار سخت، کار مثلا زمین کندن و اینا، فمینیستا چرا پا نمیشن بیان استخدام شن اونجا؟ چه نمیرن کار بکنن؟ مردا برن دیگه. من نمیگی برابری؟ من نمیگی ما با هم یکیم، حقوق یکسان میخوام، پشت برو کار کن دیگه. چرا 95% کار سخت آقایون باید انجام بدن، 5% شاید خانوما؟ چرا راننده اتوبوس، راننده ماشین، راننده اوبر و اسنپا، اوبر مال آمریکاست، چرا 50-50 نیست؟ چرا 50% زن 50% مرد نیست؟ من نمیگی برابریه؟ پس کو؟ همینا گفتم به اینجا برسیم بچه‌ها، زن و مرد با هم متفاوتن، عشق مرد با زن متفاوته. اگه خانوما دارن این ویدیو رو میبینن یا قرار براشون بفرستین، از مردتون انقدر نخواید کاری که شما برای نشون دادن عشق میکنی اونا بکنن، انقدر نخواید که همش به زبون بیارن، احساساتشون درگیر بشه. مرد اصلا احساساتش نباید درگیر بشه، اصلا یعنی درس نمیتونه بشه. به ما یاد دادن مردی که واقعا، نمیگم حالا حرفشو میزنه، واقعا میگه من دلم برات میتپه، من خیلی بهت وابستم، من ازت دور میشم، به شدت دلتنگت میشم، احساساتش صبح و شب میخواد قربون صدقه بره بوسش کنه و اینا. هی مثلا میگه میا همدیگه رو بغل کنیم از این حرفا. اندروسیت میگه خانم به من میگن بیا میریم رو تخت مثلا یه رو با هم دیگه تو بغل هم باشیم. میگه یعنی چی؟ بیکاریم مگه؟ کار دارم بابا. اینا رفتارهای زنونه است. از مرداتون نخواهید این کارو بکنن، چون انرژی مردانه‌شون کم میشه، انرژی زنانه‌شون میره بالا، بعد نمیتونن پروواید کنن به شما چیزی فراهم کنن، نمیتونن امنیتتون فراهم بکنن. اون موقع است که رابطه به هم میریزه. یکی از دلایلی که روابط عاطفی ایران و جهان داره به هم میریزه اینه که جامعه و زنها رفتار خودشونو دارن میارن رو مردا نصب میکنن و همچین توقعی دارن و باعث میشه که مردها زنانگیشون بره بالا و کلا رابطه به هم بریزه. رابطه باید تعادل توش باشه. انرژی زنانه زن باید بالاتر باشه، انرژی مردانه مرد باید بالاتر باشه. حالا جفتشون انرژی زنانه مردانه هم دارن، یعنی مرد زنانه داره، زن مردانه داره، ولی یه لولیه، یه تعادلی 80-20 مثلا. حواستون باشه. اگر شما مردی بودی، پسری بودی که تا الان اینطوری ابراز علاقه می‌کردی، دیگه باید جمعش کنی. اصل داستان اونه. این که میگم مرد با کارش ازدواج کرده، اصل داستان اون هست.
این که ما رفتیم مسابقه کردیم همه پسرها گفتن کار مورد علاقه مهمتر از اون زن است، اون درسته. چون اگه برعکس باشه تو انرژی زنانت بالاست، اصلا نمیتونی مدیریت کنی، نمیتونی پروواید کنی، نمیتونی امنیت بیاری، تو نمیتونی پول در بیاری. باید در کنار همدیگه باشه و کاره باید مهمتر باشه، انرژی مردانه باید مهمتر باشه. بازم اینا توضیح داره، وقتی میگم کار مهمتر باشه کلی توضیح داره که حالا اینجا براتون باز نمیکنم. ولی نکتهش از این ویدیو اگه خوشتون اومد، از این دست ویدیو بیشتر میخواین برام بنویسین، سوالی دغدغه‌ای دارین بنویسین، دکمه لایک و ساب و اینا هم که بزنید و بیشتر هم دیگه میبینید.